چند روز پیش یه جایی دعوت بودم، یه جایی خیلی رسمی بود و همه نشسته بودیم، داشتیم چای میخوردیم، قهوه میخوردیم و من بلند شدم از کنار میز حالا رد بشم برم سمت مبل بشینم، به طور ناخواسته دستم خورد به یک گلدانی که حالا عتیقه بود، آنتیک بود و مال میزبان بود، افتاد و شکست. خیلی سیچویشن و اون موقعیت خیلی خجالت زده شده بودم و حالا نمیدونستم هم چی بگم، چی کار بکنم و اون قیمت خیلی بالایی داشت، معلوم بود که خیلی گرون قیمت هستش، آنتیک بود. افتاد زمین و شکست. واقعا نمیدونستم چی بگم، چی کار کنم. عذرخواهی کنم، بگم خب دوباره برات یه دونش رو میخرم که خب امکان شاید نداشت، یا چی کار میکردم. شما جای من بودید چی کار میکردید؟ این وضعیت آیا برای شما که مورد سوال قرار گرفتید واقعیه؟ آیا شما تو اون وضعیت، تو اون مهمونی و اون در واقع سیچویشن embarrassing یا خجالت آور واقعا بودین؟ این کانتکست که براتون من به وجود آوردم، داستان ایجاب میکنه شما از ساختار شرطی نوع سوم استفاده کنید. You should have apologized. تو باید عذرخواهی میکردی. I would, could، هر مودالی میتونه بیاد با توجه به معنیش. Have، past participle یا قسمت سوم فعل. این میشه deductively، شما گرامرش رو یاد گرفتی و situation یا اون کانتکستش رو هم داری برای خودت که کجا از چه ساختاری استفاده کنم که این در واقع مفهوم من رو برسونه. ولی میخواستم مثال بزنم که شما کانتکست رو، بافت رو خیلی خوبه که آموزش زبان در قالب کانتکست باشه، ولی یادگیری گرامر هم به موازات اون نیاز هست، ضروری هست.